شکلیه. یعنی توافق با اسرائیلیا که تقصیر ماست و اینا نیست. حالا چیا میفهمن؟ زور. در موضوع لبنان اسرائیل دستاوردهایی داره به دست میاره که در تاریخش در برابر لبنان هرگز نداشته. دسته اشاره میکنن که آقا اون روزی که اسرائیل خود میگه تا بیروت رو گرفته، در حالی که تا بیروت رو نگرفته، حتی نبطیه رو نگرفته، شما میگید در معرض سقوطه. خب پس اون روز که خب خیلی بهتر بود. رئیس جمهور لبنان هم یه بشیر جمعیلی بود که یه ساعت در میون با آریل شارون که وزیر جنگ اسرائیل بود عکس میگرفت، با هم میشستن، با هماهنگی بود، جنگ داخلی هم در لبنان بود. پس چرا میگید الان وضعیت بدتره؟ حزب الله که الان خیلی قوی تره، موقع اصلا حزب الله وجود نداشت. یه تفاوت مهم داره، مردم اون موقع در جنوب بودن، شیعیان در جنوب بودن و حزب الله در دل این آب شنا میکرد. وقتی که شما چریک، بارها گفتیم حزب الله گروه چریکی است، حزب الله گروه کلاسیک نیست، در سوریه سویه های کلاسیک پیدا کرد و بخشی از ضرباتی که بعداً در جنوب خورد به خاطر شاید همین بود سویه های کلاسیک پیدا کرده بود. البته خب تجربیاتی هم به دست آورد که در اینجا به کار میاد، اونم فراموش نکنید، یعنی اینجوری نیست فقط منفی. ولی حزب الله نهایتا گروه چریکیه. گروه چریکی همونجوری که اون فکر کنم جنرال جیاپ این رو گفته که شاید خود ماو باشه در یکی از اون متون کلاسیک مارکسیستی که راجع به چریکای شرق دور مینوشتن، تا شرق دور هم قطعا شرق آسیا، اونجا این بود که چریک مثل ماهی در بین آب نباشه اصلا امکان زیست نداره. بنابراین مهمترین مسئله در جنوب لبنان الان اینه که مردم رو داده.